بچه چطورید؟ من فردیکسم و خیلی خوش اومدیم به ویدیوی جدید. بچه ما الان توی هتل لاکلیمی اتاواییم. تولد پردیسه و من امروز تصمیم گرفتم که توی این روز خاص ببرمش استخر رو ببینیم که کدوممون میتونه بیشتر توی استخر دووم بیاره. استخر از ساعت بچه 6 تا 10 شب بازه. الان ظهره چون ما یه ذره هم دیر از خواب بیدار شدیم. ولی من برام خیلی سخت زیاد تو آب موندن. به نظرم پوست آدم چروک میشه. ببین پوست که هیچی، کلیات اصلا درد میگیره. من بچه‌ها 7 ساعت رکورد موندن توی آبمه. آره ولی امروز من یه سری وسیله هم گرفتم بچه‌ها، اسباب بازیای باحال. حالا اینا فقط یک گوشه ای از اسباب بازی اینا رو با خودم آوردم تو مسافرت که بریم توی ویدیو. اینا اجازه میدم ببریم؟ آره دیگه، آره اجازه ندم من بازم راضیشون میکنم، میگم که ویدیوی مهمیه باید اجازه بدید. جایزه این ویدیو هم بچه‌ها $500 که اگه من ببرم من از فرهاد میگیرم، اگه فرهاد ببره دیگه مشخصه برنده از الان کیه دیگه. حدستون رو تو کامنت ها بزنید، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. بزن بریم بچه‌ها. نصف وسایل دست فرهاده، نصفش هم دست منه. تازه توی کیفم هم آقا برداشته بسکتبال خریده با خودش آورده. ولی خیلی فکر کنم بیرون سرد باشه. پس کنسل دیگه چون من سردم شه نمیام. سرده یعنی همه رفتن تو جکوزی نشستم. اگه سرد باشه بمونیم تو آب میدونین چی میشه؟ ممکنه قلبمون وایسه از سرما. خب بیا بریم سرپوشیده که سردمون نشه. بریم؟ نه بریم. آره راستی بریم. چالشی تره دیگه. من از الان میخوام چالش تور باشه دیگه. $500 من میبرم تو کازینو باهاش بازی میکنم. $500 ازت میگیرم میبرم میکنمش $50,000. ببین که گفتم من. خب بچه‌ها ما الان رسیدیم. دمای بیرون 10 درجه شده، اینقدر سرد شده، ولی دمای آب بچه‌ها بودن معمولیه. آماده بریم واسه $500مون؟ 3 2 1. چقدر آبش خوبه. خیلی گرمه آبش. من اصلا توقع نداشتم. من گفتم الان میپرم همه. خیلی ما سوخت دادیم، باید زودتر میومدیم. من انقدر میترسیدم سردم شه. ما دیروز بچه‌ها یه مقدار از امروز چیزتر بود، به خودمون گفتیم به خاطر اینکه ممکنه سرد باشه نیومدیم. کاش میومدیم دیروزم. حالا ولی باید ببینیم که بعد از گذشت 2 ساعت بازم این حرفو میزنی، چون از بالا سر خیلی باده. باد بالا سر مهم نیست، یه چیز دیگه مهمه. اینکه عشقم الان بیشتر از 4-5 ساعت نکنی. میکروفون دستم به چیکار؟ الان عشقم 2-3 ساعت دیگه میدونی چی؟ بندازن تو. نکنی این کارو. منو نکنی. ولی اینو ببین میکروفونو میذارم. من باید یه کاری کنم. وایسا اولا یه چیزی، یه قانون بذاریم. هر کی حق داره کلا بچه‌ها تا 3 بار بره از اینجا بیرون. تا اونجا نه، بیرون نه. از توی آب بره بیرون. از توی آب بره. من مگه اسکلم برم بیرون؟ اصلا چرا برم بیرون؟ به خاطر اینکه 3-4 تا بازی داریم، مثلا برای هر کی نوبتی، چون خیلی سخته دیگه، خیلی سخت. پس اول تو برو بیرون. اوکیه؟ مشکلی ندارم که الان بیرون رفتم. اصلا کلا ما باید ببینیم چقدر توی آب دووم میاریم. قبوله. قانون دوممون، من هر بلایی که بخوام سرت میارم. شوخی خرکی داریم. بعد تو اگه یعنی مثلا بار سومت شد بار 4م دیگه باخته دیگه. هر تایم یعنی اگه کاری کنم تو بری بیرون تو ببین $500 امشب ازت میگیرم میرم کازینو. حالا ببین. اینا رو بگیر. یکیشو برم آقا.
یکیش دزدیده شد. من اصلا نمیتونم سوار این شم چپر میشد. صبر کن اینو باید بیام به توضیح بدم. یه لحظه صبر کن. آقا اینا رو آب میبره، باید یه لحظه بذارم اینجا. چقدر سخته. اول ببینم چجوریه، باید سوار اینا. صبر کن. اولین مسابقه بچه، اولین چالشی قراره انجام بدیم. باید روی این سوار شی. چجوری؟ اینجا میری پایین، پاتو میری دورش میری بالا دیگه. بعد با اینا با همدیگه رو بزنیم، هر کی بتونه اونی که رو بندازه برنده است. الان تو اونو سوار شو ببینم بلدی؟ تلاشتو بکن. 3 رانده. منو بندازی من باید برم اینا رو بزنم سر جاش. برو. بچه‌ها نگاش کنید. برو دیگه. بعد بریم و یه جا بشینیم. نه بابا بیا الان من بهت بگم چه جوری باید بشینی، بلد نیستی. منو ببین. اول با اینو بیار پایین اینجوری. مثل اینکه اینجوری نمیشه. پردیس چی شد بچه‌ها؟ تلاشت ناموفق بود پردیس جون. چی شد؟ دیدی چه نوب بازی در آورد؟ حالا نوبت منه. ببین منو نمیدونم میبینید یا نه، باید از این بغل اول اینجوری بذاری، بعدش اینجوری بیای پایین. آها آقا فکر کنم مسابقه اولمون مشکل فیزیکی داره، اسمم نمیشه، کار نمیکنه اینجوری. فرهاد بیا اینجا. آها اینجوری بیا روشون واستیم. بچه‌ها ما از اونجایی که نتونستیم اونوری سوار بشیم، پردیس یه روش جدید اختراع کرد. گفت اینا اینجوری بشیم. برو بریم. ببین الان تعادلت باید رو هوایی دیگه، درسته؟ رو آبی دیگه. رو هوا که رو آبی. صبر کن. به محض اینکه کنترل دست این از زیر دست در بیاد باختی. الان میخواد مینی استری. سلطان بازی استخریف ایکس-ری. یه امتیاز من گرفتم. بریم واسه دوران دیگه. خودت باید بری اینا رو بذاری. اشکال نداره. بچه‌ها دور زمان عوض شده. دیگه گهی پشت بزین و گهی زین به پشت. بابا هر کی پرتم می‌کنی تو آب خفه شو. بیا پایین خوش گذشت. ببین میرم میندازم پایین تو این آب این پایین ها. اتفاقا منم به این فکر کردم. ببین بلندت میکنم میرم بعد میندازم تو رودخونه. مثل اینکه داشت فرض کردمش خوش می‌گذره. اصلا گذر زمان مسابقه دوم گذر زمان از دلم، به خاطر اینه که یک مسابقه سرعتی وسط دارم. معمول ترین مسابقه که توی استخر انجامش میدن. معمولیه از اینجا باید سرعتی بریم تا اون پل برگردیم. هر کی زودتر بیاد برنده است. قبول می‌کنی؟ یعنی عرض رفت و برگشت سری. حالا کی میخواد شنا کنی؟ هر شنایی. من میخوام بدوام اصلا. تو شنا بلد نیستم. نه بلد نیستم شنا. تلاشم میکنم حالا. از این لبه تا اون لبه. تا پل دستتو میزنی به پل برمیگردی. کجا رفتش تو فرهاد؟ کجا؟ فرهاد کو؟ کجا رفت؟ غیب شد. اینجا یه دره. فرهاد لعنت بشیم استخمخ مگه کراشه؟ همچین چیزی مگه داریم؟ ببین میره از اینجا توی استخر برگشتون هم نیستی. خب من بردم دیگه، تو هیچ وقت بر
برگشت. خب بچه‌ها چالش بعدی که می‌خوایم انجام بدیم توی بسکتبال. Let's go. ببینیم چه جوریه. فکر کنم خیلی کوتاه باشه چیزش، ارتفاعش. بچه‌ها برای این چالش نفری 5 بار فرصت داریم که بندازیم. 5 بار. و هر کی که باختش اون یکی هول میده تو آب میده تو آب سرد. تو آب سرد. قبوله؟ برو بریم 5 تا فرصت دادی ها. خب آقا بعدیسه میدونید که قبلا توی زندگی قبلیش لبرون جیمز میده. برو بریم. این یه دونه وای سرد شد. من دو تا زدم بریم بچه بریم بابا من 2 تا زدم. پردیس در حال استفاده کردن از راه مخفی کراش. خیلی سرد. وای چقدر شد؟ الان 1 ساعت شد. 1 ساعت خورده ای که تو آبی. من خیلی چقدر زیر این پله عاشقانه. اینجا عزیزم میدونی که قبلا 33 پل بوده الان شده 42 پل. بعد اگه 32 رو ضرب در 3 کنیم میشه 425 ضرب در 11. بچه‌ها من الان یه کوچولو احساس می‌کنم که بعد نهار می‌خوردیم میومدیم. گشنم شده شدید. و اینکه رستوران استخرش هم بوفه‌اش بسته است. ببین 1 ساعت دیگه میمونیم. من البته توی کیفم شکلات دارم، چیپس هم دارم. نه شکلاتو کسی میتونه بخوره که مسابقه نفس و برنده شه. چیپس نصفه داریم، یه شکلات داریم، یه دونه بطری آب داریم. دیگه چی داریم؟ دیگه هیچی دیگه همین است. بادوم هم داریم؟ نه بادوم نداریم. یه دونه بادوم داریم. هر کی برنده مسابقه نفس میشه خوراکی‌ها رو میتونه بخوره. 3 تا خوراکی یه آب داریم کلا. پس قبولش هم؟ قبوله. هر کی مسابقه نفس و برنده شه خوراکی‌ها رو میتونه بخوره. همین الان مسابقه بریم. بیا اینجا مسابقه. خب بچه‌ها چالش سوم مسابقه حبس نفسه که سر خوراکیامون قراره الان با هم دیگه مسابقه بدیم که توی این چند ساعتی که اینجا قراره بمونیم یه چالش داشته باشیم واسه خوراکی‌ها. ممکنه یکی گشنه بمونه. تو اگه عزیز دلم الان گشنه بمونی 1 ساعت دیگه از رفتی بیرون پس من برنده میشم. رکورد چقدره؟ بچه‌ها من 120 ثانیه تونستم تا حالا رکورد بزنم. ثانیه که میشه 2 دقیقه. حالا تو چقدر مگه میتونی بمونی الان؟ 8 دقیقه می‌مونی. من یه بار میبوسمت 1 دقیقه اضافه میشه به تایم. قدرت من میگیری. نیم ساعت پایینم. بالا نمیدونم کی میتونه بیشتر بمونه. 3 2 چیز نکنی ها. میام بالا چکت میکنم. 3 2 1 بابا نکن دیگه آقا تقلب نکن. تو اومدی بالا اومدی بالا دوباره اومدی بالا. من دیدم نه من از دیرتر اومدم پایین که مطمئن شدم تو میری ولی بعدش الان اومدم خب من دیرتر از تو اومدم. آقا همه دیدم تو الان تقلب کردی. برو خوراکی با شکلات منو بی. نه آقا بازی به جا بابا همش ما 10 ثانیه موندیم. اگه من با شوخی دارم بچه آقا ما قرار 10 ثانیه من اصلا تایمو نگرفته بودم. 1-0 به نفع پردیس. بذار تایمر من روی خود ویدیو بشمارم. رسیدن بچه من میبرم فرد حساب بزنیم. 3 2 1 میتونستم بیشتر بمونم ولی فرد خیلی داره طاقت میاره. الان غرب میشه. بیا ازم باختم من اومدم بالا. بیا بذار بمونم بابا دیگه. باختی؟ الان شد 1-1. بابا برو بیار باختی دیگه. 1-1 دفعه آخر خب من میبرم. من اصلا یه پا میبرم. یعنی اینکه اصلا کار نمی‌کنی اون. بعد من نمیدونم چرا یهو میام روی آب نمیتونم زیر آب برم. تو اون مرد گفتم باید از زیر بگیری گفتی من بچه اینجوری میشم روی آب.
کنم باختی. ولی خیلی همزمان اومدیم بالا. همزمان چی؟ باختی دیگه. خوراکی مالی کیه؟ مال تو. یکم از شکلات هم بهت میدم. من دارم بیارم. ببین تو هم باید بری بیاری هم اون شکلات رو من میخوام. برو باری کرد آفرین بودو. داشتم میگفتم سم بگیرید یه بفرستینش بره کاراتون براتون انجام بده. اینم از پردیس خانم. اشام چی آوردی؟ اسنیکرز. بعد ایکس ری اسنیکرزش الان میزنه و شما میستید و نگاه خواهید کرد. I know. گفت اینو نمیتونیم اینجا بخوری. بدبخت شدیم بچه. نازش بخورم. چا؟ یه یارویی گفت از من یه وقت فیل نگیری. فیل نگیری. شکلات هم نمیدونم بخوریم پس شکلات نمیدونم. بشیم باید انجام بدیم. خب بیرون بخوریم؟ الان میاد بیاری و منم بده میرم میگم الان داری شکلات میخوری میان تو رو جریمه میکنم. من رفتم یارو مستقیما اعلام که گفت نخورید. بچه ما الان اینجاییم. کف دستاتو ببینم. کف دستامو دیدی دلم لک زده برام. تو خیلی تروکر شده. پوست زودتر به آب بکن. من نوک انگشتام بچه‌ها فقط نون بربری شده. چرا اینجوری میشه؟ کف پای من دیدی چجوری اینجوری میشه نکن. خب بچه‌ها الان ساعت داره میشه 6:30 بعد از ظهر و هوا داره یکم میره به سمت بارونی شدن. نمیدونم چجوریه دقیقاً ولی همه دارن میرن، همه دارن استخر رو ترک میکنن دیگه. فقط تنها کسایی که اینجاییم ماییم. فرهادم از یه بارش استفاده کرد و رفت دستشویی و برگشت. داره میره برامون موب درست کنه بیاره. حالا نمیدونم چجوری میشه با این موبلا روی آب بمونیم چون بیشتر سردمون میشه. همین الان هم خیلی داره سرد میشه، یعنی همینجور داره شرایط سخت‌تر میشه. میشه اون یه دونه رو بدی به من همین الان؟ چقدر باحاله ولی چجوری باید اینو بپوشم؟ ببینش هم این دوتا سمت راستی‌ها اینا دسته‌هاش هم اون پشتیشه. فکر کنم خیلی سخت باشه، اصلا نشدنیه. بازم مثل اون یکی. اوه نه راحت بود. خیلی راحت بود. ببین فقط مثلا بشه این تعادل رو فرست کنیم. فرهاد بادوما رو یادت نره. خیلی بامزه است و باحاله. هم میتونین مثل یه مبل استفاده کنین، قشنگ مثل یه مبل. ببین این دستهاشه. هم میتونید دراز بکشید. خب بچه‌ها ما الان سوار مبلامونیم، میخوایم با هم دیگه مسابقه بدیم و ببینیم که توی مسابقه صندلی روی آب کی برنده میشه. 3 2 1 کسی نیست جز فرهاد ایکس-ری شد. اصلا تو سوار؟ من سوارم دیگه. من صندلیمو سراتر سوارم. مشکل چیه؟ فرهاد سوار صندلیش نیست. چرا من سوار؟ قبول نیست من بردم. خب بچه‌ها ما اومدیم دوباره جای مخفیمون اینجا میشه خوراکی. خب ولی این کار اشتباهه. من با صندلیم اومدم زیر پل. We will not recommend this. ببینید الان از 100 تا غذا با ارزش داره. سویتی و سلتیه. اون دیگه الان من این برم با تو اون برم در اون برم. بچه ها آخرش میندازنمون از استخر بیرون. نه این $500 که هیچی، $10,000 جریمه میشه. اگه اینجوری شد همه رو گردن میگیری تو. من گفتی برو بادون بیار. مدرکش هست. چی نمیخوام. خب ما میگیم چند ساعت دیگه اینجا بمونیم. مثلا که اینجوریه. وای. تا الان چطور بود؟ تولدم تا الان عالی بود. خیلی خوش گذشت. امسال به یاد ماندنی شد یا نه؟ آره فقط من اگه این $500 هم ببرم دیگه خیلی به یادم میمونه. $500 اگه بتونم چالش استخرم برنده شم بهترین تولد دنیا میشه. خب میخوای چیکار کنی باهاش؟ $500 بیرون که من برم. نه با $500 میخوای چی بازی کنی؟ میخوام برم کازینو بازی کنم. خب چی بازی کنی؟ چه بازی؟ مثلا چه بازی تو کازینو بلدی؟
بلک جک بلدم. بلک جک چیه؟ رولت بلدی؟ رولت بلدم. بله دیگه چی بلدی؟ دیگه نمیدونم. از این بازی دکمه‌ای که فقط میزنی. خب دیگه اسلات ماشین، این ماشینای اسلات میتونیم چیزام بازی کنیم. ما میتونیم تاس هم بازی کنیم. یعنی بندازیم مثلا بین مجموعه مثلا بگی که 2 تا تاس 6 بیاد بردی. مثلا بگی 4 میاد بردی. بلدی تاس بندازی؟ پس کاری کنی من برنده شم؟ نه دیگه من برنده میشم میرم بازی میکنم تو نگاه میکنی یاد میگیری. خب بچه‌ها الان بودن 2 ساعت و نیم گذشته. همونطور که ببینید دیگه داره شب میشه. پردیس خوابید. 2 دقیقه من ولش کردم کلا خوابید. یارش عزیزم رسیدیم. اوه این فرهاد منو خیلی تو چالش همش در حق من قربونت برم سرت عزیزم چیزی نشد. الان میدونی چند ساعت اینجا؟ 2 ساعت و نیم اینجا 7 و نیمه. من احساس میکنم بچه‌ها دیگه نصفه پایینم کار نمیکنه حقیقتشو. بعد بالام یخ زده، سرم یخ زده، گردنم شکست. بچه‌ها میخوام چند تا حرکت شنا با هم دیگه به فرهاد یاد بدیم. حالا که اینقدر تایم زیاد داریم پردیس بگم شنا بلد نیست یا تو به من دوچرخه سواری یاد بدی؟ من شنا بلدم. من بلد نیست. حالا نمیخواست به همه بگی من شنا بلد نیستم. الان با گفتنش چی میخوای ثابت کنی؟ عزیزم این میذاشتیم الان این خیلی نقطه. حالا مثلا منم دوچرخه سواری بلد نیستم اشکال دیگه من همیشه استفاده میکنم از این قضیه. میگم تو نوبی بلد نیستی دوچرخه بیرونی. چیشه؟ خب حالا شنایی که بلدی رو نشون بده اول. ببین شنایی که بلدی باید اول دستاتو اینجوری کن. خب شبیه پلیکان شی. خب بعد اینجوری خودتو بدی روی آب. حالا شنای قورباغه رو نشون بده. قورباغه اصلا خوراکم. قورباغه خوراکت. میگن چی؟ قورباغه. قورباغه از پشت. نکن دیگه. این قورباغه فشاریه. ببین چجوریه. خب فرو. عالی بود قورباغه فشاری. آره میشه حرکت میمون خیس هم نشون بدی؟ میمون خیسی اصلا خوراکم. میمون خیس اصلا خودمم. خب حرکت میمون خیس بچه. خب ببین بیا اینجا عزیزم. ببین اینجا یه دونه پمپه. اینا میبینیدش یا نه؟ اینجاست. خب باید واسه میمون خیس بیا جلو آب که خیس شه. اون پتروس نبود؟ انگشتشو میکرد تو سوراخ آب؟ نه تو سوراخ نمیگم بخورم انگشتم. الان میخوام عزیزم بیام جلوی این فشار آب که خیس شم. میای اینجا و حالت میمونی رو میدونی که چجوری باید بذاری این شکلی. این حرکت میمونه. خب حالا یکم فقط این تعادل میخواد. بابا بیا جلوی این فشار آب دیگه. اینو که اومدی اینجا الان من دارم رو به جلو میرم. میام این اونجوریه. چیزم میخوای نشون بدی دوچرخه‌ام؟ دوچرخه که اصلا بعد حرکت کرال همون پیکان بود که نشون دادی دیگه. پیکان یا پلیکان؟ ببین نه پرسان. خب شنای دوچرخه بچه‌ها جز این که منو درگیر میکنه پردیس هم قراره درگیر کنه. یعنی یک شنای تعاملیه. من چی شد؟ من اینجا ما میستم شروع میکنم به دوچرخه زدن. بعد تو هم من دور میشی. چجوری؟ حالا میبینی. خب پا میزنی من از نه یکم تصادف هم ممکنه ایجاد شه. چجوری واقعا جریان آب ایجاد کردی؟ بله بچه ها اومدن. خب بچه ها به فنا رفتیم. بچه ها اومدن دیگه. الان ممکنه هر لحظه دوربینمون بیفته تو آب چون اینجا شلوغ شد. مثلا یه روز بچه هامون باید با همون بیان. ما الان خودمون چرا تو آبیم؟ بچه هامون کجا؟ آقا اونا که میخوام مینیسته بریم کامنت ها رو برسیم به 10,000. وای سوختم چقدر این داغه. خوشگل خانوم بفرما. آبش خیلی خوبه. واقعا کاش 2 ساعت زودتر میمدیم. اینجا خوشگله.
میخوام مصدومت کنم بیرونت کنم از اینجا. نظرت عشقم؟ آره فقط من دیگه الان خیلی گشنمه. دستشویی هم دارم. دستشویی که میتونم برم. تو یه بار رفتی؟ من یه بار واسه پمپ رفتم. نرفتم دستشویی خودم. چرا گفتی؟ اما الان برابریم دیگه عزیزم دیگه. ولی واسه دستشویی یه بار میتونیم بریم بیرون. ولی من فکر کنم نیم ساعت دیگه بیشتر پرهیز دووم نیاره بچه. من فکر کنم فرهاد همین الان دیگه دلش میخواد بیاد بیرون. واسه همین حرفو میزنه. بچه‌ها من هنوز همچنان کف جکوزی نشستم و توی جکوزی خیلی تحمل کردن اینکه تو آب بمونی سخت‌تره چون دمای آب بالاست. همش حالت هوا گرفتم. بعد هر چی زودتر بیام بیرون. فرهادم که خیلی گرسنه شد. منم همینطور. الان ساعت تقریبا 7:30 شبه. بعد یه خوراکی چیزی پیدا کنیم که بتونیم بیشتر از این توی استخ بمونیم. من که همین الانم دیگه میخوام بیام بیرون ولی حالا به خاطر جایزه یکم دیگه هم ثبت میکنم. شاید تونستم $500 رو از فرهاد بگیرم. من بچه که بودم وقتی می‌خواستم برم استخ با بابام داشتم منم دیگه شلوارک پسرانه می‌پوشیدم. یعنی مایه پسرانه خیلی کوچولو بودم دیگه 6-7 سالم بود. بعد دیگه با بابام میرفتم استخ. اسمم به جای پرویز شنا هم وقتی رفتم کلاس شنا یادم جلسه‌های اول یاد نگرفتم. بعد توی اون امتحانی که بعد از هر چند جلسه کلاس میگرفتن از همه پاس شدن من رد شدم و هیچ وقت یادم نمیره. حالم خیلی بد شد. نمیدونم چرا اینقدر اون تاثیر گذاشته بود. بعد یاد میگرفتیم چجوری روی آب بمونیم و دوچرخه بریم. نمیدونید چه حس بدی داشت اون لحظه‌ای که مربی شنا گفت تو رد شدی. کلی گریه کردم. 7-8 سالم بود. بعد دیگه از اون به بعد هر روز میرفتم استخ. اینقدر تمرین میکردم تا بتونم شنا کنم و اینکه یه روز یهویی تونستم یاد بگیرم و دیگه از اون روز هر روز میرفتم جلو اون مربیه جست میگرفتم شنا میکردم که بهش نشون بدم دیدی بالاخره من تونستم. ولی حالا خواستم بگم شما هم حتما توی کامنت ها بهم بگین که توی چه سنی و چه حرکتایی از شنا رو چجوری یاد گرفتید. خب بچه‌ها ما از توی جکوزی برگشتیم توی آب. فرهادم که رفت سراغ غذا. ببین یه اتفاق باحال افتاد. رفتم روبرو غذا سفارش بدم. گفتش که اینجا نمیشه غذا خورد دیگه. بعد روی این میز صندلی هم که اینجا گذاشتن گفت واسه این که الان کارت را بیفته من یه منوی مخفی و سیکرت دارم که تو باید یواشکی پیتزا تو بخوری. یه دونه پیتزای پپرونی سفارش دادم. بعد تا نیم ساعت دیگه ما میتونیم آره همینجا میتونیم بخوریم بدون اینکه مشکل قانونی داشته باشیم. خب خیلی خوب شد. نه از استخ باید بری بیرون. باید بریم صندلی بشینیم. ولی دیگه از این محوطه بیرون نمیریم. سر میریم میخوریم. ما اینکه من الان بعد نیستم شنا بکنم. میدونی چرا اینجوری شده؟ چون من بچه بودم از آب میترسیدم. بعد از 4-5 سالگی که دیگه رفتم کلاس نرفتم. بذار بگم چی شد. 4-5 ساله که بودم موقعی که همه دوستام رفتن استخ شنا کردن یاد بگیرم من باهاشون نرفتم. من خوابیدم تو خونه. گفتم چون میترسم نمیام. اون موقع همه دوستام تو مهد کودک یاد گرفتم من یاد نگرفتم. ولی من شبش رو بیشتر از روزش دوست دارم. هوا بهتر شد واسه همین. این که آبش گرمه خیلی مهم بود وگرنه ما نمیتونستیم این همه ساعت اینجا بمونیم. معلومه باید آبو گرم بزنن چون هوای بیرون 10 درجه است. بچه‌ها پریس رو نگاه کنید نصف بدنش نیست. اوه هم چقدر خوب شنا بلدی. باریکلا. تو چی بلدی توی شنا؟ بلدی؟ من بلدم رو آب بخوابم. حرکتی که خودت اختراع کرده باشی نداری اسم خاصی داشته باشه؟ کله ملقم بزن. کله ملق بزن. آخه سرت نخوره الان دوباره. وای. اوه چی شد؟ چه کار کردی؟ حالا اینجا رو ببین. 1 2 بزن 3 حال کردی؟ نزدی که واقعا جدی میگی نشد؟ یه بار دیگه بزن سلام زدم. نه میتونی نه باید برگردی کامل عزیزم. کله ملق یعنی من پشتکی بلد نیستم جلویی بلد. از جلو برو. اوکی 3 2 1 آفرین خیلی خوب رفتی. خیلی عالی بود. آفرین.
یه ساعت شد 8:30 شب شد و ما جفتمون دل درد شدیم. من خیلی دلم درد میکنه و اصلا دقیقا همون اتفاقی افتاد که توی قسمت قبلی خودم تنهایی رفته بودم 2 سال پیش. اون موقع دل درد شروع شد، بعدش کمر درد شدید شدم و گردن درد شدم. 5 ساعت مونده. الان من قرار بود 12 ساعت بمونم 7 ساعت. من تو اون چالش قرمه سبزی خوردم. حالا این سری پیتزا باید بدم. من بچه‌ها یه حقیقت تلخی رو میخوام بهتون بگم. احتمالاً غذا رو که بزنم من چالش رو ببازم. آره. $500 رو میدی به من؟ اصلا یه جوری شدم. فکرم امرجنسی شدم، باید برم دوباره از آپشن سوم دستشویی‌ام استفاده کنم. پیزاون رسید. Hello, good evening. How are you? Thank you so much. وای ولی خیلی سنگه. ببین میخوام بشینم 200 تا قاچ بزنم از پیتزا. اوه 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 ببین چه سمی آورده. ببین من همینو میخوام. داغه؟ وای خدای شکرت. بچه‌ها اگه یه 10 دقیقه دیرتر میرسید من شهید شده بودم. بازم میری تو آب؟ نمیری؟ میبازی؟ من میخوام برم. من نمیرم. یعنی من $500 رو بردم. بچه‌ها من از همین الان اعلام میکنم که چالش رو باختم و دیگه نمیتونم برم. من میخوام بشینم اینجا پیتزا بخورم. خسته شدم. چالش استخ چند ساعت این تو بودم؟ ببین 5 ساعت توی استخ بودی عزیزم. برنده چالش پیامبر نورم. پاریس اکسپرس. چه حسی داری از اینکه برنده $500 شدی عزیزم؟ $100 رو کی میدی؟ $500 همین الان که بریم بالا بهت میدم عزیزم. بعدش میتونی بری کازینو بازی کنی، همه رو ببازی. بچه‌ها دمتون گرم. این بود از چالش یه روز کامل توی استخ با پردیس که پردیس برنده شد. من همین الانش هم دارم یخ میکنم ولی دیگه گفتم بیام عطر رو بگیرم. دمتون گرم بچه‌ها، مرسی که ویدیو تماشا کردید. برنده $500 جایزه که تو کازینو قراره ببینیمش. تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ.